تشریف بیار آقای محترم. پیرمرد پرآشیه، چطوری؟ ها؟ بفرما. از اون ور خیابون دیدم آقای خرسی اینجا. بیا نازت کنم، بیا نازت کنم. خرسی پر روی شیطون. کجا بودی تو؟ بچه من چه خوشگل شد، همه موهاش در اومد. ای برار من، هی کرمش همینا، به خدا کرمش همینه. اینا من نه پسر اونن شما غذات بخور. سری دراز میکشی میگه من ناز کن. تو گناه داری یا مغازه من هیچ کس نیست. سر باید برم مغازه. پاشو غذات بخور من برم. پاشو. غش اومدی؟ بیا داداش غذا لقمه بزنم تو دهنت بذارم. من دارم میرم برم. خدا بس برم. چه خوشگله، چه منظره ای شد والا. جمع کن خودت، زشته تو فیلم برداری افتادی. داداش بوغلبون میخوای؟ بخورم اینو دیگه. خیلی خوشگل شد بچه ها، موهاش همه در اومد. تو روز ببینین قشنگیاش معلومه. مثل اینکه سیرا این خرسی رو مردم این شهر دوست دارن، هر جا میره بهش غذا میدن. ما هم ریختیم دست نزد. خب دیگه من اون غذاش گذاشتم اینجا، برم مغازه دیگه. مشتری منتظره. غذاش اینجا هست و خودش میخوره دیگه. خدافظ. خرسی اونو دوست نداشتی تو؟ اینو میخوری براتو بذارم؟ آره؟ اینم دوست نداری؟ پس واقعا تو سیری. پس ماشین من اینجا مواظبی؟ آره؟ حتما میخوای من تو رو ناز کنم؟ آره؟ بچه این چشماش قشنگه؟ خرسی خیلی مهربونه. الان نم نم قش میاد، این لر میشه. به قول ما اینه دست میزنی لر میشه، میگه منو ناز کن. به دست سوخته نامردی تو. خفه کنم تو رو مثل دیگو. آره خفه کنم تو رو مثل یک حیوان آزار، تو رو خفه کنم. جان منی تو نکن. به دست سوخته یک نامردی نگو نپرس. میخواب همینجوری نوازش میکنی لر میشه میخوابه. من دارم میرم مغازه، به جان مادرم کار دارم. من اینجوری نگاه نکن، خود ناراحت میشم. خداحافظ.